سلام و درود خدمت شما دوستای گلم. به یه ولاگ دیگه خوش آمدید. امروز قراره هم کلی چیزای خوشمزه درست بکنیم، هم کلی جاهای قشنگ بریم. پس تا انتهای ولاگ با من همراه باشید. دوستان امروز وقتی که اومدم محل کارم با یه دسته گل رز خیلی خوشگل مواجه شدم. مسلم عزیزم خیلی ازت ممنونم، واقعا سورپرایزم کردی، خیلی خوشگلن، من عاشق گل رزم. مرسی عزیزم. خب اگه گفتن امروز قراره چی درست کنیم، همبرگر رژیمی. واقعا چیز خوشمزه از آب در اومد. همونطوری که میبینید هویجا رو قشنگ خورد کردیم، البته که آب پزش کردیم، خورد کردیم. بعد از اینکه این کار رو انجام دادیم میریم سراغ سیب زمینی ها. سیب زمینی ها رو میپزیم و به همین ترتیب خوردشون میکنیم. اندازه دقیق مواد رو تو دیسکریپشن بار براتون میذارم، میتونید به دلخواه خودتون مقدارش رو زیاد یا کم بکنید. یه پیاز بزرگ برمیداریم، پوست میکنیم، ریز میکنیم، میریزیم تو خردکن. حالا وقتشه که مواد رو با همدیگه ترکیب بکنیم. دوستان پیشنهاد میکنم حتما این غذا رو درست بکنید. هم رژیمیه، هم مقویه، پر از کربوهیدرات و پروتئین هستش و واقعا غذای سالمی هستش. از همه مهمتر خیلی خوشمزه است، عطر و بوی فوق‌العاده‌ای داره. خب سیب زمینی، هویج، پیاز خرد شده و گوشت چرخ کرده همراه با یک دونه تخم مرغ اضافه میکنیم. بهش نمک و زردچوبه و فلفل و پودر سیر اضافه کردم دوستان. و به مدت 10 دقیقه حسابی با هم دیگه ترکیبش میکنیم، ورز میدیم تا به یه خمیر یک دست و یه نواختی برسیم عزیزان. خب وقتشه که قالب بزنیم. قالب همبرگر اگر نداشتید میتونید از استکان استفاده بکنید، یا اینکه اصلا کلا خودتون به سلیقه خودتون به شکلی که دوست دارید درش بیارید. ولی خب اینجوری شکیل تره دیگه، اینطوری خیلی خوشگله و دقیقا شبیه همبرگر میشه. میبینید من فقط یک کم روغن زیتون اسپری کردم، نیازی نیست که از روغن زیاد استفاده بکنید. وقتی تو فر میره یا میتونید تو مایتابه درستش بکنید، کاملا پخته میشه و به یه همچین نتیجه میرسیم. نوش جونتون باشه. واقعا خیلی خوشمزه و لذیذ بود، حتما درستش کنید دوستای گلم. من در کنارش یه سوپ هم درست کردم. یکی از دوستانم یه ویلا تو قسمت آسیایی استانبول داره و از من دعوت کرد که همراه دوستام بریم اونجا و یه قهوه با هم بخوریم. یه عصرانه کوچیکم درست کرده بود، دستشون درد نکنه. خیلی خوشگل بود جاش. اصلا آسمون استانبول خیلی متفاوته دوستان، واقعا آسمون خیلی قشنگی داره. جاش فوق‌العاده بود، پر از آرامش و سکوت بود. این گربه های خوشگلم یکی دیگه هم بود، حالا اون که دیگه هم براتون گرفتم. اینا با هم بازی میکردن، واقعا جای قشنگی بود، خیلی بهمون خوش گذشت. دست دوست گلم هم درد نکنه، خیلی زحمت کشید. میبینید سبک ویلاهاشون دقیقاً مثل ویلاهای شمال خودمون میمونه، نقلی و حالا کوچولو موچولو. و ترکا خب علاقه خاصی به خونه های دوبلکس دارن و همچنین که میبینید بالکن. خیلی خوشگل بود.
بعدش مسلم اومد دنبالم و رفتیم خیابون بغداد جاده‌سی، قسمت آسیایی استانبول که بلاگشو براتون ساخته بودم. خیلی خوشگل بود، تزیینات کریسمس همچنان پابرجا بود و من سریع اینا رو براتون کچ کردم. خیلی خوشگل بود واقعا. تزیین کریسمس قسمت آسیایی استانبول خیلی قشنگه. از اونجا هم با هم دیگه رفتیم یه سری به قسمت اروپایی استانبول بگذاریم، ببینیم واقعا این تزیینات و این شور و هیجان فقط مربوط به قسمت آسیایی دیدیم. نه، قسمت اروپایی هم خالی از لطف نبود و واقعا تزیینات قشنگی داشتن. خیلی واقعا لذت بخش میبینم این اعیاد رو اینجوری، چه حالا عید فطرشون باشه، چه در واقع ماه رمضان باشه و چه کریسمس باشه. خیلی تزیینات قشنگی دارن و واقعا خیلی بها میدن، واقعا قابل ستایشه به نظر من. منم که عاشق این تزیینات، چراغونی، وای من یعنی تو خونه خودمم تا اونجایی که میتونم سعی میکنم که از این ریسه ها استفاده بکنم، چه کریسمس باشه چه نباشه. خب ما برگشتیم خونه سویت هوم، واقعا خونه پر از آرامشم. اینم که عکسای عروسیمونم که اینجا گذاشتم. درخت کریسمس من همچون که منشن کردم پابرجاست و اینکه خیلی خیلی دوستشون دارم. خب بعدش قراره با هم دیگه 2 چیز خوشمزه درست بکنیم. همونطور که میبینید بورک اسفناج. البته دوستان من اینو خودم درست نکردم، نیمه آماده بود و من روشو زرده تخم مرغ، سیاه‌دانه و کنجد پاشیدم. خیلی خوشمزه بود. سورپرایز بعدیمون چیز کیک ماست. اینو صرف تا سرش خودم درست کردم چون عجله داشتیم و خیلی گرسنمون بود. من تک تک ترکیباتش رو، مخلوط کردنش رو براتون فیلم نگرفتم، ولی تو دسکریپشن بار همه رو براتون میذارم. پیشنهاد میکنم این رو هم حتما درستش بکنید، واقعا خوشمزه بود و همچنین رژیمی بود دوستای گلم. شبتون بخیر باشه. مرسی که تا انتهای ولاگ با من همراه بودید. خیلی دوستتون دارم. خدا حافظ تا ولاگ بعدی.